فصل دباغی اسب‌های مرده. خورشید هنوز روی دیوارهای کاهگلی تپه نورجان دست نکشیده است. خروسی که انگار اختش کردند آواز ناکوکی سر داده. در دوردست صدای سگی که لابد گله‌ای را به چرا میبرد بلند است. صدای پاهای مهتاب توی ولوله خروس و اذان گم شده است. محکم اما آرام قدم بر می دارد. به کوچه پشت آسیاب که می پیچد صدای گلبهار را می شنود. می ایستد و به فریاد زن گوش می دهد و به این فکر می کند که زاییدن انتقام خداست از زنهای تپه نورجان. کفشهایش را جفت می کند و می گذارد پشت در. گلبهار فریاد می کشد. صفیه زن همسایه که هر بهار شکمش بالا می آید و زمستان بارش را زمین می گذارد پاهایش را گرفته است. گرچه استاد شده در زاییدن اما این بار ترسیده و تون تون صلوات می فرستد. زور بزن، زور بزن، زور بزن دختر، تون تون نفس بکش، شکر خدا لله مهتاب هم آمد، صلوات. لله مهتاب زن فربه میان سالی است که جثه بزرگش به زنان نمیماند و روی گونه چپش ماه گرفتگی بزرگی است که تا زیر لبهای گوشتیش کشیده شده است. همه کودکیش را به دویدن در پی بچه ها و خواهش همبازی شدنشان گذرانده و نوجوانیش گم شده است لابلای پچ پچ دخترکان ده و بزرگ شده است در فکر مردی آغوشی بستری. اما مردی به رغبت به رویش نگاه نکرده است و شده محرم بی خطر زنان ده. بچه ها از لله می ترسند گرچه همه آنها را خودش از لای پای ننه هایشان کشیده است بیرون و قابلی است. در را آرام می بندد و آستین بالا می زند. گلبهار نعره می کشد و چنگ می زند به چادر شب مچاله شده کنارش. اشک و عرق از روی صورتش سر می خورد و می چکد روی بالش. خبر حاملگیش را اول بار به لله مهتاب داده است. لله نجاتم بده، به گمانم آبستنم. لله چشمهایش را گشاد می کند. از کی؟ از کجا؟ یه کاری کن لله، باید خلاصش کنی. تو جون تو بدنت نیست، هلاک میشی دختر. آقاش کیه؟ کی بوده دیده بی کس و کاری ایطور کرده باهات؟ خودت خواستی؟ گلبهار سرش را آرام نزدیک می کند. خودم خواستم ننه، دلم پیششه. شاپور همان بود، همان غریبه چشم آبی بالا بلند که از پس شبی طوفانی در ده پیدا شد و تنش پر بود از زخمهای تازه که غفور دباغ می گفت از تازیانه است حکمن، و آورده بودش پیش لله که درمانی برای زخمهایش بیابند و لله تا صبح دست کشیده بود روی زخمها و پوست آفتاب سوختش از روی بازوها تا مچ دستش و عضلات برآمده کتفهایش. لله او را صرف در آغوش میگیرد تا بوی شاپور، بوی همبستری و نفس زدن را از گلبهار بکشد و فرو دهد. نگهش دار. و همه جا ولوله کرد که شاهد بوده گلبهار سیغه شده است به شاپور. زور بزن دختر، زور بزن، سر بچه پیداست. وای لله نجاتم بده لله. لله مهتاب دست می اندازد وسط پای گلبهار و سر بچه توی دستش می آید و به چرخشی می کشدش بیرون و خصم را با تیغی قطع می کند. گلبهار فریاد نمی کشد. گلبهار نفس هم نمی کشد. لله مهتاب لبخند می زند. پسر است ماشاءالله، مبارک است. صفیه سر گلبهار را به دامن گرفته و چنگ بر صورت می زند و شیون می کند. مبارک صاحبش. گلبهار رفت و شاپور هم به آبادی نیست لله. کفشهایش را جفت می کند پشت در. لله مهتاب یادش داده است 10 سال است گلبهار رفته و شاپور بر نگشته و لله مهتاب شده است ننه مهتاب. صبح تا شام می نشیند کنج اتاق و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی می کند یا رد مورچه‌ای را با چشمان تیله‌ایش می گیرد و دور اتاق می چرخد. رخت خوابها چنان منظم روی هم چیده شده انگار هرگز تنی روی آن نخوابیده.
روی تاقچه 2 لاله فیروزه‌ای هست که مکبر مسجد بعد از به دنیا آمدن دوقلوهایش به ننه داده است. ننه هر روز ها می کند و با دستمال چیت سفیدش پاکشان می کند، می گذارد 2 سوی آینه شکسته که او را 1000 تا نشان می دهد و ننه دلخوش است که زشتی ها از شکستگی های آینه است. توی حیاط نمی رود، ننه گفته است نرود. گاهی از لای پرده نگاهی می اندازد به بچه ها که می دوند، جیغ می کشند، کتک می زنند، کتک می خورند. وقتی ستار پسر 7م صفی زمین میخورد، صفی اولش 2 مشت حواله میکند توی کمر ستار و بعد از کلی ناله و نفرین او را در آغوش میگیرد و جای مشت ها و زمین خوردگی را میمالد. گاهی هم قربان صدقه ای میرود. فرق دارد با بغل کردن های ننه مهتاب که هی صالح را میمالد به پستانهایش و چشمانش را میبندد و تون تون نفس میکشد و پرتش میکند گوشه اتاق. حاجته ننه مرده بدبخت، اونطور به من نگاه نکنا، لقمه گرفتم برات، سر تاقچه است، بردار بخور. صالح دلش از بوی تن ننه و نان و پنیر آشوب میشود. دست ننه مهتاب را گرفته است و تون تون از کوچه های گلی تپه نورجان عبور میکنند. صدای واق واق سگی می آید. ننه معتقد است اول وقت باید حمام کرد. ستار پسر صفیه میگوید حمام جن دارد، اول صبحها دنبال ناشتا میگردند. گرچه صالح حمام رفتن را دوست ندارد، اما همین اول صبح رفتن را به میانه روز و آن همه زنهای لخت چون باطمه زده سنگ پا به دست با آن هیاهوی تمام نشدنی مثل وزوز زنبورها ترجیح میدهد. دلاک در را باز میکند. سلام لله، دوباره صالح آوردی؟ سلام، حدیثی شده مگه؟ بزرگ شده خود، زنا ایراد کردن لله با پسر گنده میاد همون. زنا بیجا کردن، آقا بالا سرش نیست، با کی بفرستمش تنشو گربه شور نکنه و سالم بیاد بیرون ها؟ کفش ها را جفت میکنند پشت در. ننه رختهایش را بخچه میکند و لباسهای صالح را در میآورد. صالح چشم میگرداند دنبال جن. ننه کاسه آب گرم و کف را سر می‌دهد روی تن لخت صالح. چند باری طبق عادت محکم کف را روی پوستش می‌کشد و بعد آرام می‌شود. نوازشش می‌کند و آرام آرام انگشتانش را سر می‌دهد پایین. صدای نفس‌های ننه تند می‌شود و درد. چشمان تیله‌ای صالح گشاد می شود و عقبش درد می گیرد، بغض می کند، تکان نمی خورد. 10 سال است بغض می کند و تکان نمی خورد و چشم می گرداند شاید جن حمام بیاید و ننه را برای ناشتا ببرد. غفور دباغی می کند، پوست گاوهای سربریده و گاهی اسبهای مرده. دخمه‌اش بوی آهک و پیه می‌دهد. پشت دخمه زمینی است که می‌گویند غصب کرده است. توی آن چرم‌ها را خشک می‌کند و سنگ زنی می‌کند. چند چاله هم کنده و پوست‌ها را می‌ریزد داخلش و صالح می‌رود توی چاله‌ها پوست‌ها را با مازو لگدمال می‌کند. غفور می‌نشیند، تکیه می‌دهد به دیوار دخمه و با تیغش تون تون سم و گوش حیوانات را قطع می‌کند. هر غروب هم با وسواس تیغش را تمیز می‌کند، با سنگ تیزکن تیزش می‌کند و می‌گذارد توی جیب چرم پیشبندش. های صالح، بس کن لگد کردنو، بیا این تیغو بگیر. باید مرد چی؟ آقات مردی بود واسه خودش. نفهمیدیم چرا خورده بود و چرا زده بودن، اما اون زخما 10 تا گاوو میکش. سر چاه بزرگ که پیداش کردم گفتم عمرش به دنیا نی، اما دووم آورد. همین ننت درمونش کرد. تیغ را میدهد دست صالح که گوش اسب‌ها را ببرد. اون طور مثل دخترای نابالغ نه، محکم بزن تیغو. اینا جون تو بدنشون نیست، خون به رگاشون نیست. بزن اون تیغو، نترس، با یه ضربه. صالح دسته تیغ را مشت میکند، محکم میکشد دور گوشها. گوش اسب جا میماند در دستهایش. دلش به هم میخورد. گوش و تیغ را رها میکند و میدود. غفور میخندد. کجا؟ من بعد تمیز کردنش با تو خو میگیری بهش کم کم. صالح دلش میخواهد بماند توی چاله ها یا پهن شود روی تخت های چوبی و خشک شود، اما خانه نرود.
به خون زنهای ده لای دستهای ننه و نان و پنیر و درد عقبش فکر می کند. به لمس تنش، همه جای تنش با دستهای زبر ننه مهتاب و اجبار انگشتانش در جای جای تن ننه. به هیس هیس کردنش وقت درد و شمارش نفسهایش. صدات در بیاد صالح، با همون تیغ که خصمتو بریدم خرخرتو پاره میکنم. ننه مرده، من نبودم همون روز که گلبهار سر زا رفت تو رو میذاشتن دم در، آفتاب نزده سگ خورده بودت. 12 سال آب و نونتو میدم. بعد آرام میشود و چشم میدوزد به چشمان صالح. صدات در نیاد ننه ها. خب کفشهایش را جفت میکند پشت در. آرام در را باز می کند. دیشب زن کد خدا تا صبح درد کشیده و دم اذان زاییده است. لله مهتاب صبح آمده کنج اتاق خوابیده و صدای خسخس سینش که از سینه پهلوی زمستان پارسال مانده بلند است. آرام دور اتاق می چرخد. به تاقچه که می رسد لاله های فیروزه‌ای را کج می کند و بخچه ننه را که منظم روی باقی مانده رخت خواب ها گذاشته می اندازد پایین و می نشیند بالای سرش. حکماً زایمان سختی بوده که طره های مویش که با وسواس می بافدشان آشفته شده و از لای باف زده است بیرون و پخش شده روی گردن فربهش. تیغ غفور را از جیبش در می آورد. باز می کند. تیغش برق می زند. چشمان صالح هم. دست لله از روی سینه‌اش سر می خورد روی زمین. رد خون زن کد خدا لای خطهای کف دستش مانده. بوی خون و لقمه نان و پنیر میزند زیر دماغ صالح و دلش به هم میخورد. کشان کشان بر میگردد. بلند میشود. ترسیده است. عقبش تیر میکشد. با دستهایش خودش را دوباره میکشاند تا بالای سر لله. نفسش را حبس کرده است. تیغ را میگذارد روی خرخره لله. لله چشمهایش را باز میکند. صالح ننه مرد. نمیتواند حرفش را تمام کند. خون غل میزند و با خسخس سینه قاطی میشود. در را آرام میبندد و لگد میزند به کفشهای جفت شده و پا برهنه میدود به سوی چاه بزرگ تپه نورجان که حالا خورشید دیوارهایش را در آغوش گرفته است.